ای بنده امروز بر تو عید است، نماز جمعه و روز سعید است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هنگامی که روز جمعه آید در در هر مسجد فرشته نشسته شخصان اول اومده را از روی ترتیب، یعنی اول شخص یکم اومده را بعد از آن شخص دوم را همه گونه با ترتیب می نویسند. وقتی که امام بالای منبر برآمد صحیفه ها را پوشیده اومده نشسته گوش به امر معروف و نهی از منکر میکند. بخاری و مسلم روایت میکنند. الحمدلله که طول چند روز می شود در وطن عزیزمان درهای تمام مسجدها گشوده شده. باز تنبلی نکنی چون روزهای گذشته اولین ها شده به مسجدها، زیرا فردا روز قیامت فرشتگان گفته باشند نزد خداوند فلانی بنده ات روز جمعه به خانه اولین ها شده آمد. چه خوش است که آن روز نام من و تو شنیده شود. بارک الله. السلام علیکم و رحمت الله. یا سیدی یا محمد